به نظر شما دلیل علمی این که ما هوس شیرینی میکنیم چیه؟ یادتون باشه میل به شیرینی نشانه ضعف بدن نیستش. اینو توی ذهنتون حک بکنید، بلکه یک نوع پیام بدنه. دوستان خوبم، سلام. خیلی خوشحالم که امروز اینجا بعد از مدت‌ها کلنجار رفتم با خودم که کانال یوتیوبمو شروع کنم. بالاخره امروز اولین ویدیو رو دارم میگیرم و امیدوارم مطالبی که براتون میذارم واقعا مطالب جذابی باشه و سعی میکنم قبلش برم تحقیقات لازم رو انجام بدم، مقالجات علمی جدید رو ترجمه بکنم و در نهایت یک مطلب کاملا علمی و شسته رفته بیارم بهتون تحویل بدم. خیلی دوست ندارم توی گفتم از کلمات قلم به سلم استفاده بکنم یا خیلی رفرنس های علمی بدم بهتون و خیلی کلمات عجیب غریب براتون به کار ببرم. خیلی دوست دارم خیلی با زبون خودمونی براتون در خصوص بدن توضیح بدم. این توضیحاتی که من دارم بهتون میدم همه حاصل سالیان تجربه است. من تحصیلات آکادمیک تو رشته پزشکی یا تربیت بدنی ندارم، ولی از اونجا که خیلی علاقه‌مند بودم بدن خودم رو بسازم، سعی کردم که همیشه حتی اگر مربی برنامه رو به من داده برم و اون رو بخونم، مطالعه کنم و دلیلش رو بفهمم. چرا که به این معتقدم وقتی که مغز یک چیزی رو علمی براش توضیح میدی و توجیهش میکنی خیلی قشنگتر میپذیره. مثل این که شما همین الان من بیام به شما بگم که حق نداره شیرینی بخورید چون رژیمی نباید شیرینی بخوری، یعنی انگار به شما زور بگم. وقتی که شما کسی بهتون حرف زوری رو میزنه طبیعتا نمیپذیرید، ولی اگر من بیام یه 5 دقیقه برای شما وقت بذارم دلایل علمیشو بیارم بگم سن شما اینجوریه، اگر قند جذب بکنی این تبدیل به چربی میشه، بعد دچار چاقی شکمی، چاقی موضعی میشی و هزاران درد و مرض دیگه، قطعا شما خیلی راحت تر میپذیرید. چیز جالبی بهتون بگم، بعضی خصلت‌ها شاید توی بچگی خیلی بد باشه ولی بعدها بزرگ میشید ممکنه بهتون کمک بکنه. من اصولا آدم لجبازیم از لحاظ تیپ شخصیتی و یه ذره عدم پذیرش دارم، یعنی وقتی چیزی رو بهم میگن خیلی راحت نمیپذیرم، مگه اینکه برم سرچ بکنم در مورد دلیلش بفهمم بعد اونو میپذیرم. این خیلی توی بدنسازی به من کمک کرد، توی رژیم و تغذیه. هنوزم که هنوز مربی من اگر یک برنامه‌ای رو به من میده من قطعا میرم و در موردش تحقیق میکنم، تو چت جی پی تی میبینم، میگم چرا این حرکت با این داده، چرا مثلا به من گفته اینو بعد از تمرین بخورم، مثلا ماهی بخورم بعد از تمرین مرغ نخورم. همینا باعث شده که هر روز علم من نه تنها اضافه بشه، مسئله بعدی این که ذهن من آماده تر میشه. وقتی که شما ذهنتون یه چیزی رو میپذیره دیگه لجبازی ندارید نسبت بهش و از طرفی هم دیگه توی رژیم و تمرین خسته نمیشید. مثلا وقتی من یه حرکتی رو میخوام بزنم میگم او 5 ست چقدر زیاده، سنگین چرا باید بزنم، چون قبلش رفتم در موردش تحقیق کردم. اون لحظه که میخوام تصمیم بشم ذهنم میگه نه، مگه نخوندی اگر سنگین بزنی این تاثیر مثبت رو داره. بعد ناخودآگاه خیلی قشنگ تمرین رو به اندازه و سنگین میزنم. خب همه اینا رو بهتون گفتم که در نهایت به اینجا برسیم که ببینید امروزه زندگی‌های ما پر از استرسه و واقعا ساختن بدن تو این فضایی که بدن پر از کورتیزوله و پر از استرسه خیلی سخته، مخصوصا برای ما که توی ایران زندگی میکنیم. پس باید چی کار بکنیم؟ بارها و بارها برای همه ما پیش اومده که یک رژیم غذایی رو خیلی خوب شروع کردیم، خیلی خوب رعایت کردیم، 1 هفته 2 هفته مو به مو اجرا کردیم، اما به محض اینکه یه روز اومدیم در یخچال باز کردیم و یک کیک شکلاتی دیدیم نتونستیم جلو خودمون رو بگیریم و حداقل 1 اسلاید کیک خوردیم. این خیلی طبیعیه، حتی برای من هم بارها پیش اومده، اما میدونم که بعد از خوردن این کیک هممون بدون استثنا عذاب وجدان میگیریم که وای من دوباره شکست خوردم، من چقدر ارادم ضعیفه، من اصلا نمیتونم رژیم بگیرم. گاهی وقتا برای اینکه خودمون رو توجیه بکنیم فکر کنم کمبود آهن دارم یا فشار خونم افتاده بود، به خاطر همین من خیلی راغب بودم که این کیک رو بخورم. ولی باید بدونید که مشکل از هیچ کدوم از اینا نیست، نه از معده شماست، نه از اراده شما، از هیچ چیزی. مشکل تنها و تنها در اینجاست، در ذهن شما، در مغز شما. شما اگر بتونید با ذهن و مغزتون خوب بازی بکنید و اون رو نه اینکه باش بجنگید، اون رو در یک جریان بازی ببرید و بتونید ذهنتون رو گول بزنید، به راحتی نه تنها میتونید هوس شیرینی رو کنار بذارید، بلکه میتونید خیلی با موفقیت و با ریز جزئیات رژیمتون رو رعایت بکنید و به اندام دلخواهتون برسید. خب من امروز اینجام که این روش رو به شما یاد بدم، بازه در موقعی که شما هوس شیرینی میکنید، مخصوصا در دوران PMS. حالا به نظر شما دلیل علمی این که ما هوس شیرینی میکنیم چیه؟ یادتون باشه میل به شیرینی نشانه ضعف بدن نیستش.
اینو توی ذهنتون حک بکنید، بلکه یک نوع پیام بدنه. شما زمانی که استرس دارید، وقتی تو شرایط بدی هستید، وقتی ناراحتید، وقتی گریه میکنید، وقتی حالتون بده، بدن شما این پیام رو به مغزتون میده که من آرامش میخوام، یک چیزی به من بده که من آروم بشم. و هیچ چیزی در این مواقع جز قند نمیتونه بدن شما رو آروم بکنه و در نهایت شما حواستون به شیرینی چندین برابر میشه. یادتون باشه ما نسبت به غذا و شیرینی ضعف نداریم، بلکه ما در خصوص احساساتی که بعد از خوردن شیرینی و غذا بهمون دست میده ضعف داریم. به خاطر همینه در مواقعی که شما حالتون بده به شدت هوس شیرینی میکنید و همون موقع با خوردن شیرینی یه مقدار حالتون بهتر میشه. حالا بریم سر اصل مطلب، بازی با ذهن، یک بازی 60 ثانیه‌ای. چیزی که روی خود من جواب داد، روی شاگردام جواب داده و قطعا روی شما هم جواب میده. وقتی که شما یک خوراکی میبینید که وسوسه برانگیزه، مخصوصا یه شیرینی، در مواجهه باهاش باید 3 تا کار انجام بدید. 1، اول از همه استاپ کنید و به هیچ وجه بهش دست نزنید. 2، یک نفس عمیق بکشید و 3، یه سیمکشی خارجی انجام بدید. حالا در خصوص این آیتما که باید چه کارایی بکنید توضیحات رو بهتون میدم. خب در قسمت اول شما وقتی که یک خوراکی شیرین میبینید نباید فرار کنید، نباید بترسید، نه خودتون رو سرزنش بکنید، بلکه فقط باید این جمله رو بگید که من این حس رو میبینم. وقتی شما این جمله رو تکرار میکنید یعنی شما خود موج نیستید، بلکه شما مشاهده کننده موجید. این اولین گام آزادی ذهنتونه. مرحله دوم مرحله نفس عمیقه، چیزی که همتون میدونید و بارها انجام دادید. توی 2 ثانیه نفس رو میکشید داخل، 4 ثانیه نگه میدارید و 6 ثانیه خیلی طولانی بازدم خواهید داشت. این باعث میشه که شما یک نوع آرامشی رو وارد خون و بدنتون بکنید و در نتیجه این نفس عمیق قدرت انتخاب شما برمیگرده و اون هوس از سرتون میفته. 3 بار این کار رو پشت سر هم انجام بدید. خب حالا میرسیم به قسمت سوم که خیلی مهمه، سیمکشی خارجی جدید. ببینید بدن وقتی که این کار رو انجام میده و اون خوراکی رو نمیخوره دنبال یک پاداش سالم میگرده. اگه شما بیاید قند مصنوعی بهش بدید، خب همون لحظه قند خونتون میره بالا، بعدش میاد پایین، احساس گرسنگی میکنید، احساس ضعف دارید و از همه مهمتر خیلی عذاب وجدان دارید. پس در نهایت ما میایم یه سری پاداش‌های سالم، حالا مثل ماست پروتئینی، یک میوه، یک چیز خیلی سالم، گاهی وقتا یه لیوان آب یا یک پروتئین وی به بدن میدید در پاسخ به این کار خوبی که انجام داده. ببینید شما وقتی که این کارو میکنید به بدن میگید که من این کار خوبت رو دیدم، اما من نذاشتم که احساساتم درگیر بشه و احساساتی این کار رو بکنم. پس در نهایت ما یه سیمکشی جدید برای بدن انجام میدیم با یه سری کارهای درست و به بدن پاداش میدیم. بدن وقتی پاداش میگیره آروم میشه و اون میل و هوسش نسبت به اون شیرینی خیلی خیلی کمتر میشه. خب حالا بیایید همگی با هم دیگه یک بار این کار رو انجام بدیم. چشماتون رو ببندید. مثلا فکر کنید که یک خوراکی خوشمزه توی یخچال داریم، یا فکر کنید الان یه بیسکویت دستتونه، یه بستنی توی یخچال منتظرتونه، بدون اینکه قضاوت کنید، بدون اینکه جنگ و دعوا داشته باشید، خیلی آروم توی ذهنتون بگید که من دارم میبینم این مسئله رو، ولی من نمیذارم احساساتم درگیر بشه و همون لحظه شروع میکنیم به نفس عمیق کشیدن. 2 ثانیه دم، 4 ثانیه نگه میداریم و 6 ثانیه بازدم. 3 بار این کار رو انجام بدید. باور کنید بین 60 تا 70% میل خوردنتون به اون چیز شیرین کم میشه. بهتون قول میدم. هیچ کس همیشه برنده نیست. هیچ کس همیشه کنترل نداره. این فقط یک بازی 60 ثانیه ذهنه. چیزی که شما یاد میگیرید به ذهنتون بگید که الان وقتش نیست و نباید این کارو بکنید و شما کنترل ذهنتون رو توی دستتون میگیرید. فقط با 60 ثانیه کار کردن میتونید از استرس بعد از خوردن اون چیز شیرین یا اون غذا جلوگیری بکنید و اینجوری
خودتون کنترل ذهن و مغزتون رو توی دست بگیرید. شک نکنید که شما وقتی بتونید ذهنتون و مغزتون رو کنترل کنید برنده واقعی هستید. شما باید با بدنتون توی صلح باشید، نه توی جنگ. و وقتی یک کاری رو انجام نمیده شما بهش پاداش بدید. پاداش چیزای سالم که بدونه که شما به فکرش هستید. و اگر شما یک کاری رو بهش بگید نکن و در قبالش هیچ پاداشی بهش ندید، اون بدتر ریاکشن انجام میده. مثل خود شما که یک کاری رو بهتون میگن انجام بده، بیشتر لج میکنید و انجام نمیدید. سعی کنید با بدنتون توی صلح و آشتی باشید. اینقدر رژیم‌های طولانی مدت نگیرید ول کنید، پوست شل میشه، بدن آسیب میبینه، روحیه و اعصابتون خراب میشه. سعی کنید توی صلح واقعی با بدنتون برید و با همین بازی 60 ثانیه‌ای بدنتون رو تشویق بکنید به ادامه رژیمتون. اگر این مطلب من رو دوست داشتید لطفاً کانال ما رو سابسکرایب بکنید و این مطلب رو شیر بکنید، برای دیگران بفرستید که همین باعث بشه که ما هم تشویق بشیم که هر روز ویدیوهای قشنگتر، علمی‌تر و ویدیوهای جدیدتر رو براتون بسازیم.